من سوسان صورتی هستم. خب انا برای چی به اینجا اومدی؟ اومدم اینجا که به شما بدم. داری جدی میگی؟ آره من به شوگر ددی احتیاج دارم. پس برو بریم برای عملیات. پس بالاخره اومدی، برو بریم برای عملیات. نه من بهت نمیدم. پس اگه نمیدی برای چی اومدی؟ اومدم به امپراتور بدم. میخوای به امپراتور بدی؟ بله اون دیگه شوگر ددی منه. با هم عملیات انجام دادیم. قربان مادرتون رکورد جهانو زد. چه رکوردی؟ رکورد دادن تا الان به 456 نفر داده. این حقیقت ندارن. این حقیقت ندارن. این سگ طول راست میگه. مگه چی گفته؟ گفته یه رکورد جهانو زدین. آره اسمم رفت تو گینس. همین الان برام چیز مصنوعی سفارش بده. برای چی؟ میخوام رکورد اونم بزنم. شما به حیا و عفت اعتقاد دارین؟ آره من بدون چادر از خونه بیرون نمیرم. قربان مقامات دربار به این که دارین همه زنها رو میکنین اعتراض کردن. بهشون بگو اگه زر اضافی بزنن اونا رو هم میکنم. اسمم پارمیداست. خب انا چی میخوای؟ من بیلبیلک صورتی هستم اومدم بدم. تو بیلبیلک صورتی هستی. فلفل نبین چه ریز شلوارو در بیار ببین چه صورتیه. خاله سکینه بیلبیلک بزرگی داره، میتونین باهاش عملیات انجام بدین. ای احمق، خاله سکینه ایدز داره، اگه باهاش عملیات انجام بدم بیچاره میشم. ولی پدر جان، من دیروز با خاله سکینه عملیات انجام دادم. خب انا متاسفم ولی در چند ساعت آینده اونجات میفته و دیگه در نمیاد. حالا که دیگه منو نمی کنید میرم به کل دنیا میدم. خب انا شما مثل یه دستمال منو دور انداختی. احمق، من امپراتورم، هر روز باید تازه‌شو بکنم، تو دیگه خیلی تون ماهی شدی. قربان من بعضی وقتها فکر میکنم شغلم ماهی فروشیه. قصد که نیست بازار ماهی فروشاس خارشو کنم. من باید یه حقیقتی رو بهت بگم. چه حقیقتی پدر جان؟ تو پسر وزیر اعظمی. ولی قربان من نریختم توش. چیکار کردی؟ سیمکش! پس کی ریخته توش؟ فکر کنم مقامات دربار. سریع یه جلسه تشکیل بده. چه کسی ریخته توش؟ من ریختم توش. اگر ایشون ریخته باشه تسو و کوبرا خواهر برادرند. ولی دیگه دیر شده چون منم ریختم توش. تسو 5 سانتی. بله مادر جان. امروز داخل جلسه مقامات دربار بگو همشون بیان منو بکنن. مادر جان شما میدونی غیرت چیه؟ آره همون که تو نداری. اگه به مقامات دربار نگفتی زنگ میزنم لوله کش بیاد. لوله کش برای چی؟ خود مخاطبین یوتیوب میدونن برای چی. وقتی زنگ بزنم یه عموی معروفی میاد و غیره. بیلبیلکت صورتیه یا نه؟ آره صورتیه، خیلی هم میخوره. خب انا خب بده تسو برات بخارونه. آخه بیلبیلک هم حساسه ها. تسو کارشو بلده بیلبیلک تو تنظیم میکنه. آخ جونم، فقط شل کن و لذت ببر. قبلش حتما معجون کمر پر کن بخوری. به روی چشم. خب دیشب چطور بود؟ بازار ماهی فروشا بود، خارشو چی میخوای برای چی اومدی؟ من اومدم بیلبیلک تو پاره کنم. آخه با 5 سانت. خفه شو احمق، من شاهزادم، پدرم امپراتوره. تو قاشق زاده هم نیستی. شب خواب چند؟ برای تو 20 میلیون. چه خبره مگه جنیفر لوپزی؟ من صورتی ترین دختر این سرزمینم، برای همین گرونم. سگ خورد، بریم برای عملیات.